سلام تماشابینان گرامی. خلاصه خبرهای مهم 13 مارت تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. جنازه صفیه خان نوسوله را از ازبکستان آورده در خوجند به خاک سپردند. در نویه سینا منصب سرمنصب دیو را 100,000 سومون نرخ کردند. قزاقستان همچون کمک بشری به تاجیکستان 15,000 تن مازوت فرستاده است. در نویه لخش یک طفل 8 ساله در دریا غرق شده است. در استرفشن یک زن همیان پر از پول زن سالخورده همدیه‌اش را دزدیده است. و اکنون تفصیلات خبرها. جنازه صفیه خان رحمتوی نوسوله را که بعد 35 روز از یک کانال در حدود ازبکستان یافت شد، روز 13 مارت سال 2024 در شهر خوجند به خاک سپردند. در عکس‌های نشر کرده ژورنالیست فرزان محمدی دیده می شود که در مراسم نماز جنازه و دفن این دخترک غورمرگ در خوجند صدها نفر اشتراک کردند. جسد صفیه خان رحمتوی را که روز 7 فوریه بینام نشان شده بود، بعد 5 هفته جستجو روز 12 مارت ساعت 15:15 از کانال در حدود شهر شیرین ولایت سیردریای ازبکستان پیدا کردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 13 مارت خبر داد که از بس که جستجوی جسد دخترک در دریای سیر در حدود ولایت سوق نتیجه نداد، این نهاد روز 29 فوریه برای کمک به وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان مراجعت کرده بود. از وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان نامه رسمی رسید که از 2 تا 12 مارت گروه نجات بخشان ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت سیردریا در همکاری با دیگر نهادهای قدرتی جمهوری ازبکستان چاره‌بینی‌های جستجو را برای مانده سایل‌ها را در حدود دهه نزدیک به شهر شیرین ولایت سیردریا را جستند. در نتیجه کارهای انجام یافته روز 12 مارت سال 2024 ساعت 15:15 جسد دختر را در ساحل راست کانال میرزاچال جنوبی در حدود شهر شیرین ولایت سیردریا پیدا کردند. وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان روز 13 مارت خبر داد که در حال حاضر جسد دخترک در مرگ بیمارستان نویه بایاووت ولایت سیردریا قرار دارد و به زودی به خویشاوندانش داده می شود. قبلا نمایندگان نهادهای فوق‌العاده ولایت سوخت و نزدیکان صفیه خان درباره یافت شدن جسد او در قلمرو ازبکستان خبر داده بودند. از جمله میرزا رحیم عبداللهیف رهبر شعبه حالتهای فوق‌العاده شهر خوجند که نجات دهندگان همین شعبه اساساً به جستجوی صفیه خان سفربر شده بودند گفت حال جسد دخترک در یکی از سردخانه‌های ازبکستان است و به زودی به پیوندانش داده می شود. میسره رحمتوی بیبی صفیه خان گفت به آنها خبر رسید که جسد را یافتند ولی هنوز شناسایی نشده است و الحال تنها از روی لباسش تخمین میزنند که صفیه خان است. از لباسش شناختند او در پنجره آبنبار درمانده بوده است. پدرش و دیگر خویشاوندان برای گرفتن جسد به ازبکستان رفتند. باید حجت‌ها را آماده کرده به تاجیکستان بیارند، گفته است رحمتوی. روز 13 مارت در کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر دادند که پدر صفیه خان جسد دخترش را الکی شناسایی کرده است. صفیه خان رحمتوی خواننده صنف 3 گیمنازیای رقم 1 شهر خوجند 7 فوریه سال 2024 بیدرک شد. بار آخر او هنگام سیر و گشت در ساحل دریای سیر در نزد باغ به نام کمال خوجندی به دوربین ویدیو کامراهای نظارتی افتاده است. خانه آنها در نزدیکی باغ و ساحل دریا جایگیر شده است. در ثبت‌ها دیده میشد که صفیه خان در نزد باغ سیر و گشت میکند و سپس به ساحل دریا میفراید. اگنسی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 12 مارت سال 2024 از آشکار شدن یک آلت فروختن وظیفه سرمنصب در اداره دولتی خبر داد. معلوم می شود که یک کارمند کارچلان مؤسسه دولتی استفاده بری راههای نویه سینای شهر دوشنبه منصب سرمنصب این اداره را 100,000 سومون نرخ کرده از یک طلبکار این منصب این مقدار پول را گرفته است. هرچند خرید و فروش وظیفه ها در اداره های دولتی تاجیکستان از کسی پوشیده نیست و به یک امر رایج تبدیل یافته است، ولی موردهای آشکار شده خرید و فروش وظیفه ها خیلی نادر و انگشت‌شمارند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات اگنسی ضد کروپسیا فیضوف در وظیفه سرکار مؤسسه دولتی استفاده بری راههای نویه سینای شهر دوشنبه
کور فعالیت نموده در دفتر فعالیت کوریش تخمینا اولای ماه اپریل سال 2022 با مقصد تصرف مال و ملک غیر با روی فریب و باوری شهروند قربانوف در آمده از او با وعده تعیین نمودن به وظیفه سرمنصب مؤسسه بولو ذکر مبلغ 100,000 سومانی را گرفت. من بعد فیضوف به منفعت قربانوف یگان عمل معین را اجرا نکرده این مبلغ را تصرف نموده به احتیاجات شخصیش صرف نمود که با این کردار قصدانه خود به آخران ضرر مخصوصا کلان مودی رسانیده است. تفصیلات دیگر حادثه معلوم نیست. خود فیضوف و جبریده قربانوف و یا ادوکات آنها برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند. این هم معلوم نیست که آیا به قربانوف برای کوشش خریدن منصب دولتی یگان جزا تهدید میکند یا نه. منصب‌های دولتی استفاده بری راه‌ها در بین مردم با نام دیو معروف بوده. امور راه‌ها از جمله تازه کردن و کبوتزار کنی راه و کوچه ها را بر دوش دارد. اگنتی ضد کروپسیا گفت آید به حالت مذکور نسبت فیضوف بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ مخصوصا بزرگ پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. به فیضوف بر اساس این بند قانون هم چون جزا برای وظیفه فروشی جریمه به مبلغ از 1460 تا 2190 نشان دهنده برای صبح و یا از 8 تا 12 سال زندان تهدید میکند. تاجیکستان از دولت‌های فسادزده دنیا به شما رفته در رده‌بندی امساله سالانه ایندکسیو شاخص فراگیر کروپسیا در سال 2023 یک باره 12 زینه پایین رفته در بین 180 کشور در مقام 162 یعنی در بین 20 دولت اعظم فسادزده دنیا جای گرفت. اگنتی رشد بین المللی قزاقستان روز 13 مارس سال 2024 خبر داد که این کشور همچون کمک بشری به تاجیکستان 15,000 تن مازوت فرستاده است. بنا به اطلاع اگنتی رسمی حکومت قزاقستان قرار به تاجیکستان فرستادن 15,000 تن مازوت در چارچوب برنامه رسمی کمک‌های بشری حکومت قزاقستان و با سفارش پرزیدنت این کشور قاسم جمر توقایف قبول کرده شد. باید تاکید کرد که انتقال این بار بشری با مساعدت اگنتی رشد بین المللی قزاقستان صورت گرفته سهم در همکاری‌های منطقوی به خاطر رشد و تامین امنیت انرژتیکی و همچنین بیانگر برادری و دستیاری است که خاص مناسبت‌های چندین عصره قزاقستان و تاجیکستان است. تاکید شده است در اطلاعیه اگنتی رشد بین المللی قزاقستان بنا به اطلاع این نهاد حجم عمومی کمک‌های بشری است از سال 2006 به این طرف به تاجیکستان رسانده قزاقستان تقریباً 45 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. قزاقستان کشوری از لحاظ اقتصادی اعظم قوی آسیای مرکزی دانسته می‌شود. حجم مجموع محصولات داخلی این کشور در سال 2023 به قریب 260 میلیارد دلار رسید که این بیش از نصف حجم اقتصاد تمام آسیای مرکزی و افغانستان را تشکیل می‌دهد. برای مقایسه حجم مجموع محصولات داخلی ازبکستان در سال گذشته نزدیک 91 میلیارد دلار در ترکمنستان حدود 82 میلیارد دلار را تشکیل داد که اقتصاد هر دویش از حجم اقتصاد قزاقستان 3 مرتبه کمتر است. اقتصاد اعظم ضعیف منطقه این اقتصاد تاجیکستان است که سال گذشته حجم مجموع محصولات داخلیش به 10 میلیارد دلار برابر شد. حتی حجم مجموع محصولات داخلی افغانستان جنگ زده نسبت به تاجیکستان تقریباً 3 میلیارد دلار بیشتر بوده سال گذشته به 14.6 میلیارد دلار برابر شده است. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. باجخانه منطقه اورال روسیه روز 12 مارس سال 2024 خبر داد که کارمندان باجخانه در فرودگاه چلیابینسک از کوشش به تاجیکستان بردن 4 میلیون روبل پول نقد پیشگیری کردند. بنا به خبر نشر شده این مبلغ بزرگ برابر 43600 دلار را کارمندان باجخانه از بغاج زن و شوهری که با هواپیمای چلیابینسک دوشنبه پرواز می‌کردند پیدا کردند. مسافران نمی‌دونستند که باید مبلغ‌های پول نقد از 10,000 دلار آمریکایی بیشتر را در باجخانه اعلامیه کرده نشان دهند. نسبت به مسافر مرد بر اساس ماده 16 قسم 4 کودکس حقوق ویرانکنی معمولی روسیه پرونده معمولی ترتیب دادند. مبلغ طبق قانون ممکن را به این شهروند و همسر او برگردانیدند ولی مبلغ‌های باقی مانده را تا قرار دادگاه از آنها گرفتند.
گفته می شود در خبر تفصیلات دیگر آورده نشده است. خود این زن و شوهر که با چنین پول زیاد در فرودگاه چلیابنسک به دست افتادند برای شرح قضیه دسترس نیستند. طبق قانون مقامات باشگاه باید نزدیک 2 میلیون روبل را که حق برآوردنش را دارند به این مسافران برگردانده بیش از 2 میلیون دیگرش را بگیرند. در روزهای آخر این علاقه دومین مورد با مبلغ‌های بزرگ در فرودگاه‌های روسیه به دست افتادن مسافران راهی تاجیکستان است. ماده 16 قسم 4 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری روسیه برای بدون اعلامیه از مرز اتحاد اقتصادی اوراسیا بیرون بردن مبلغ از معیار بیشتر همچون جزا و جریمه به اندازه از 50 تا 2 برابر مبلغ یافت شده و یا مصادره این مبلغ یافت شده را پیش بینی می‌کنند. حکومت روسیه در پی اعمال تحریمات سنگین بین المللی بعد جنگ ضد اوکراین انتقال پول به خارج این کشور را تحت نظارت شدید گرفت و خیلی محدود کرده است. حالا از روسیه برآوردن مبلغ بیش از $10,000 را کاملا منع کردند. بیرون برآوردن پول نقد با روبل روسی محدود نشده است، ولی در صورت برآوردن مبلغ طبق قرب رسمی از $10,000 آمریکایی بیشتر باید صاحب پول اعلامیه پر کند. در صورت با خود بردن مبلغ طبق قرب رسمی بیش از $100,000 شهروند باید در برابر اعلامیه به کارمندان باشگاه همچون سندها درباره منبع رسمی این پولها با خود داشتنش را نشان بدهد. بسیاری از مهاجران تاجیک پولهای با عذاب در مهاجرت کار کردهشان را به صورت نقد به وطن می‌آورند. از مهاجران تاجیک دعوت می‌کنیم که هنگامی از روسیه برآوردن پول نقد خیلی احتیاط و طبق قانون کنند تا که پولهای با این قدر عذاب و مشقت در ملک غربت به دست آوردهشان را مصادره نکنند. پر کردن اعلامیه گمرکی کاملا بی پول است و در صورت پر کردن آن کسی حق مصادره پول شما را ندارد. رئیس شهر ایسار قاسم رهبر روز 11 مارس سال 2024 در چهاره‌بینی تنتنوی به مناسبت روز مطبوعات تاجیک در حضور روزنامه‌نگاران و ادیبان اظهار داشت که نام روزنامه‌نگار زنده‌یاد اکبر ستار به مکتبی که تحصیل کرده است مؤسسه تحصیلات میانه رقم 25 دهه مرتپه گذاشته می شود. مرکز مطبوعات شهرداری ایسار در فیسبوک خبر داد که در رابطه با این پیشنهاد خویش قاسم رهبر به مسئولان کمیسیای نامگذاری شهرداری دستور داد که لایحه قرار را در این خصوص برای مجلس وکیلان خلق شهر ایسار آماده نمایند. اکبر ستار 2 فوریه سال 1965 در دهه مرتپه نوی ایسار تولد شده. سال 1982 بعد ختم مکتب میانه رقم 25 به رشته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان شامل شد. سالهای 1983 1985 در صف ارتش شوروی خدمت کرده. سال 1987 به رشته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی شهر لنینگراد راحت گرفته. این دانشگاه معتبر را سال 1990 ختم کرد. بعد ختم دانشگاه اکبر ستار به تاجیکستان برگشت. سال 1990 اول در روزنامه تاجیکستان شوروی، بعدا در روزنامه صدای مردم به حیث مخبر مخصوص و سال 1991 تا 1994 همچون مدیر شعبه سیاست، حقوق و حیات بین المللی نشریه صدای مردم کار کرد. اما نام اکبر ستار در تاریخ ژورنالیستیک تاجیک بیشتر همچون مؤسس اتحادیه ایجادی چرخ گردون نقش بسته است. ماه نوامبر سال 1994 اکبر ستار نشریه یکم خصوصیش دایجست پرس و سپس نشریه تاجیکی چرخ گردون را فعال کرد. به تدریج شماره روزنامه‌هایی که اکبر ستار تأسیس داد و یا سرپرستی میکرد به 8 عدد رسید و در طول سالهای زیاد او یکی از میدیا مگنات‌های از همه پرنفوذ در عرصه مطبوعات تاجیکستان دانسته میشد. همین نفوذ و آبروی فوق‌العاده‌اش بود که سال 2006 اکبر ستار را رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان انتخاب کردند و سال 2012 در انجمن نوبتی او بار دیگر به این مقام انتخاب گردید. اکبر ستار ماه آگوست سال 2015 در سن 50 وفات کرد. اکبر ستار با دست خیر، دل صاف و بی‌کینه، چهره همیشه غرق تبسم خود در یادها مانده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 13 مارس سال 2023 خبر داد که روز 12 مارس در تاجیکستان یک طفل در دریا غرق شده است. این حادثه ناخوش در ناحیه لخش یا سابق جرگتال در وادی رشت در شرق تاجیکستان رخ داده است. روز 12 مارس سال 2024 ساعت 16:11 یک کودک 8 ساله ساکن دهه بشولون جماعت سرخاب به دریاچه افتاده غرق شده است. ساکنان محلی همراه با کارمندان شعبه حالتهای فوق‌العاده ناحیه لخش به جستجوی جسد کودک پرداخته
تنها بعد 5 ساعت جستجوها ساعت 21:46 دقیقه شب 12 مارت توانستند جسد کودک غور مرگ را پیدا کرده از آب بیرون بکشند و برای گور و چوب به خویشاوندانش بسپارند. تفسیرات دیگر حادثه دسترس نیست. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در پی این حادثه ناخوش با اظهار همدردی به والدان و نزدیکان کودک غور مرگ بار دیگر از والدان خواسته است که با فرزندان خود دائما درباره رعایت قاعده‌های بی‌خطری در لب کل و دریاها بخصوص در این آغاز فصل بهار که گرمشوی هوا یخ دریاها را خیلی تنک می‌کند صحبت‌ها گذرانند. بر اساس آمار رسمی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده سال 2023 در کل دریاهای تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نوجوان تا سن 16 غرق شدند. سال 2022 در جمهوری 160 نفر از جمله 80 کودک و نوجوان تا سن 16 غرق شده بود. این آمار بیانگر آن است که تقریبا نصف غرق شدگان را در تاجیکستان نابالغان تشکیل می‌دهند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 مارت سال 2024 از آشکار شدن باز دو دزدی خبر داد. در یک حالت یک زن دست به چنین عمل ننگین زده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که زن 35 ساله ساکن شهر استرافشان سانه 11 مارت سال 2024 تقریبا ساعت 14:00 دقیقه در حدود دهه‌شان به طریق پنهانی از جیب زن 65 ساله همدهش همیون یورو که در داخلش 12600 سومونی تقریبا $1150 بود دزدیده از جای حادثه غیب شده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 39 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف همراه خویشاوندش مرد 35 ساله ساکن نویه مذکور شب 9 مارت سال 2024 تقریبا ساعت 21:00 دقیقه طریق پنهانی به منزل استقامتی مرد 32 ساله ساکن همین نویه در آمده از آنجا مال و اشیای روزگار، لباس و متاع زنانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 27950 سومونی یا تقریبا $2500 را تشکیل می‌دهد. تفصیلات دیگر این حادثه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت در رابطه با این حادثه پرونده‌های جنایتی بر اساس ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به متهمان بر اساس این بند قانون همچون جزا از 2 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. دزدی جنایتی از همه رایج در تاجیکستان به شمار رفته از 21319 جنایت سال 2023 در این جمهوری ثبت شده 4241 جنایتش یعنی هر جنایت پنجم دزدی بوده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.